بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. یک گفتگوی کوتاهی که با اونهایی که رمضان رو دریافت کردن. شخص اگر رمضان رو دریافت کند، این یک خودش نعمتی بی‌بهاست. این نعمتی است که الله تعالی گویا انسان رو از بین هزارها و صدها هزار و میلیون ها انسان اختیار کرد تا اینکه در این موسم اشتراک کند و از موسم مغفرت و رحمت بهره ور شود. یعنی چقدر ما خویشتبار داریم، عزیزا داریم، شناسا داریم، دوستا داریم، شاید همسنف داریم، هم نشین داریم، همسایه داریم که گذشتند و رفتند، دیگر امیدی روزه‌داریشان نیست. دیگر اونها دیگر تماما امیدشون کنده شده، زیرا که اونها زیر خاک دفن شدن. این برای ما یک درسی هست. چیزی که ابن ابی دنیا آورده است، میگن که وقتی که رفتی و اهل قبور را بیدار کردی و از اونها پرسی که شما چی میخواهید، چی آرزو دارید، اونها خواهند گفت که ما یک روزی رمضان آرزو داریم. عزیزان، صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم 6 ماه از رمضان پیش دعا میکردند که اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ای الله تعالی ما را به موسم پربرکت رمضان برسان، ما را به موسم پربرکت رمضان برسان. و 6 ماه دیگر بعد از اون که رمضان رو میگذراندن دعا میکردن، میگفتن که پروردگارا رمضان رو از ما قبول بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. ای خدای شنوا و ای خدای دانا، این عمل هایی که ما در رمضان کردیم از ما بپذیر. لك الحمد على نعمائک. خدایا تو را شکر میگم به اون نعمت هایی که برای ما عطا نمودیم، ما نه عدد اون را میدانیم و نه اون را شمریده میتوانیم. لك الحمد ان بلغتنا رمضان. خدایا تو رو شکر میگم که ما رو به رمضان رسوندی، ما رو به این موسم رسوندی و ما رو اهل این موسم کردی. برای ما باز فرصت توبه دادی، فرصت مغفرت دادی، فرصت اظهار بندگی دادی در این ماهی که مغفرت الله تعالی، رحمت الله تعالی، برکت الله تعالی مثل باران فرو میریزه برای اهل زمین. و از تو مسئلت میکنیم که پروردگارا ما رو ادا نمودن وظیفه های رمضانی را میسر کن، به ما عطا کن، با اون طرزی که خودت دوست می‌داری، با اون طرزی که از اون خود راضی هستی. پروردگار خدایا ما را از اهل رحمت و مغفرت و اهل آزادی از دوزخ بگردان. دوستان عزیز، یعنی ببینید هر شخصی که از همین ماه محروم شد، در حقیقت محروم حقیقی همون شخص است. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر که در حدیثی مشهور است، وقتی که بالای منبر میبرمدن، جبرئیل علیه السلام گفتن که تعیس عبد ادرک رمضان ولم یغفر له. ببینید لفظ از میگه تعیس، نابود شد یا نابود باد شخصی که رمضان رو دریافت کرد و مغفرت نشد، گناهش بخشیده نشد. نگفت که روزه نداشت، نگفت که قیامش لیل نکرد، نگفت که فلان نکرد، بلکه مغفرت. یعنی که رمضان اینقدر با مغفرت آمیخته هست، اینقدر رمضان یعنی که مغفرت پیچونده میگیرد انسان، برای انسان فرصت های زیاده میدهد که انسانی که در این ماه مغفرت نشد و گفتن نابود شد، دعای بد کردن، حضرت جبرئیل پیامبران براش آمین گفتن. بدونیم که دعای فرشته قبول است و دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول است. بنابراین خلاصه باید که در این ماه احتیاط شویم و خود را یعنی که کلا فارغ به عبادت الله تعالی. خلاصه یعنی که دریافت کردن رمضان این یک نعمت بزرگ است. یعنی چقدر انسان بودن که آرزوی رمضان رو داشتن. یعنی همین چند روز پیش یک جوانی وفات کرد، 38 سال داشت و یک چند نفر فرزندم دارد. یک روز پیش از رمضان شاید آرزو میکرد که نماز تراویح رود، شاید آرزو میکرد که در فلان مسجد نماز ختم خواند، شاید آرزو میکرد که از فلان قاری خفاش رود و نماز ختم خواند، شاید آرزوی دعاها در وقت افطار داشت، آرزوی دعا هنگام سحران داشت، آرزوی داشت که در این رمضان شاید من یک بار، دو بار، سه بار ختم قرآن خواهم کرد. لیکن رفت جوان. یعنی حضرت ملک الموت وقتی آمد، او پیر و جوان فرق نمیکرد. همین که دستور اومد که امروز فلان کس باید جانش گرفته شود، باید میگیرد. یعنی رحم ندارد به فرشته. بنابراین الحمدلله که الله تعالی این سال باز برام فرصت داد. همین که بر رمضان قدم گذاشتیم یک فرصتی بزرگ است، از اون استفاده بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.